این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. шунавандаи азиз, шумо хониши бадеиро таҳти унвони достони носкул дар пешниҳоди муаллиф ҷонибеки асрориён ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад мешунавед. داستانی ناسکول. باز هم از غروری نیاگان. آغاز گفتار ششم. از دلیل‌های تاریخی دقیق می‌شود که لشکر عرب در مرز ختلان تصادفاً شکست نخورده است. یعنی رزماوران منطقه نه اندک بودند که آورده حدود العالم و مردمان این ناحیت مردمان جنگی اند. دلیل و دستک میباشد. اگر با یک بیت ادیب عصری میانه تفصیف رادمردان این دیار بکنیم به طریق زیل خواهد بود. همه شمشیر دار و زوبین زن، همه دشمن شکار و خصم شکن. بنا به نوشته محمد جریری طبری وقتی که اسد ابن عبدالله با لشکری سرشمار جانب ختلان راه گرفت، نیروهای متحده ختلانیان و ترکا رو برایش برآمدند و هنگام عبور رود جیهون قسمتی از لشکرش را کشتند. سپس از دنبال شدند و ضربه دیگرش زدند. مدتی در نزدیکی‌های بلخ شرمسار ماند. درباره غزا خطاب به وی شعری گفتم به پارسی که معلوم است امان از ختلان آمدیه بروغ تباه آمدیه. از نوشته های جابر البلازوری ما تصدیق نوشته های دیگران را پیدا میکنیم. او از خصوص والی خراسان تعیین شدن اسد میگوید و میافزاید که اسد به ولایت های کوهستان حمله آورد که در اطاعت نیمرود بودند. آنگاه آهنگ حمله به ختل کرد، به بلخ رسید و امر کرد شهرستان بنیاد کنند و دیوانهای ادارات را آورد. سپس به ختل یورش کرد و هیچ متصرف نشد و لشکریانش به سردی دچار شدند و گرسنگی. اگر منطق تاریخی را قبول داریم، پس باید باز هم پیرامون دو پایتخت ختلان در دوران قدیم از زمان شاهیگری کشان و هفتلی ها سخن میگوییم. نخستین مرکز از طرف اصطلاحگران عرب بزرگیش را از دست داد و به جای دیگر کوچید. این همنام ولایت یعنی ختل باید بوده باشد. این چنین پدیده حالت و سرنوشت مقرری شهرستان ها در شرق بوده است. مرکز دوم خلبک است که شهرت توانایی را در عصرهای من بعده یعنی عصرهای 9 و 11 به دست آورد. سرچشمه ها گواهی می‌دهند که در زمان اصطلاح عرب حاکم یا شهر ختلان شاهبال از سبال یا سبال بوده است.
باری وزن اداره دولت را در سالهای 699-728 برداشت داشته بر ضد تجاوزکاران عرب مقاومت سخت و شدید کرده است. موافق روایت ها در یکی از زدوخوردها در دامن کوه میغتان خواجه مومنی امروزه با محاصره میافتد. آن لحظه اتفاقچیان پیمان شکسته بودند. شاهبال با لشکری باقی مانده بالای کوه میغتان میبراید. همه همراهانش کشته میشوند. برای به دست دشمن ناافتادن خود را از شخی بلند به پایان میپرتاید. راویان به جای قسمت شده کوه اشاره میکنند و گویا نتیجه پرتاب شهبال است. یعنی در همین جا کوه دو پاره شده است. یک قسمت سبز خورم، دار و درختان مالامال با چشمه های آبهای شیرین و قسمت دیگر با خزینه نمک و چشمه های نمکین. هرچند از سلطنت حاکمان ختلان از سجی، بدر ترخان، الجیش در آثار طبری و سیاحتنامه های چینی معلومات وجود دارد ولی مفصل نیستند. ذکر مبارزه مردانه اخاجیش در منبع ها رفته است و هم یاد می شود که عرب را لازم آمد لشکری سرشمار با سروری خالد بر مقابل اخاجیش روانه کند. اخاجیش پس از شکست به ایسترافشان و از آنجا به چین فرار کرد. پس از سر یک زمره حاکمان، یعنی پس از 10 سال 737 میلادی، عرب بر ختلان چیره شد، یعنی پیروز گردید. با گذشت مدتی در سرچشمه ها در خصوص والیان محلی معلومات پیدا می شود. بنابر نوشته آنان در عصرهای 9 و 10 در شهر و ولایت های تخارستان حاکمان از زنجیره بنو جوری ها به سر قدرت می آیند. از اخبار ایشان می شود نتیجه گرفت که سلاله بنی جوری ها توانا و در خلافت مقام خاصی را صاحب بودند. بنابر اندیشه پر اختلاف تاریخ نگار ازبکستانی کمال‌الدین، بنیادگذار سلاله بنی جور فرزند خردی حاکم سوغ غورک بوده است. اما محقق تاجیک شریف زاده این اندیشه را رد می کند. در اساس نوشته های چینی و بی‌بنیادی ملاحظه های کمال‌الدین را ثابت می نماید. با قول محقق تاجیک در سرچشمه های چینی نام پسر دویم حاکم سمرقند ماجرا ذکر شده است که می توان آن را ماچو خواند نه ماجور. گپ در سر آن که تاریخ نگار ازبک تلاش می کند که بنیاد نام را به ماچور و از آن به بگچور بچسباند و برآمدش را ترکی معنی داد نماید. بر بی‌سری و خودخواهی عالم تاجیک دلیل‌های معتمد به میان می‌گذاشته می‌شود و عالم تاجیک تاکید می‌کند که از ماچور هیچگاه بگچور حاصل نمی‌شود و نام پسر غورک بنی جور نبوده است. با تقویت نوشته‌های شریف زاده می‌تواند شد که تحریف‌کاری و امبیسیاهای کمال‌الدین در دایره منطق علمی راست نمی‌گیرند. تمام ملاحظه‌هایش در شرح تاریخ عصریانه غیر علمی و شبهه برانگیزند. او و چندی از همقومانش آنقدر به ترکسازی ساکنان آسیای میانه جدل دارند و در چند سال آخر بیشرمانه دست به دامان سامانیان نیز زدند. و در مورد بنی جوریان نیز همین تلاش را راه اندازی کردند. آنها اساس ترکی را در عنوان بنی جوریان خاصه جور را چوری ترکی پنداشته می جویند، ولی تا حال ترک بودن چور را زبانشناس دقیقاً ثابت نکرده است. از طرف دیگر ملاحظه های منطقی و علمی دانشمندان وطنی و خارجی در شناخت نام و برآمد سلاله موجودند. از جمله شریف زاده اخبار ابن اسیر را در شناخت ریشه اتنیکی حاکمان ختلان دلیل با اعتماد می شمارد. ابن اسیر در گفتار اندر محاصره کردن حاکم ختلان ترمیز را و برگشت و مرگ او می نویسد. در ماه رجب همان سال یعنی 533 هجری ابوشجاع فرخشاه که خود را از فرزندان بهرام گرمه حسابی پادشاه گردید که یاد از او در روزگار کسرای پرویز و رفتنش به سوی ترمیز و احاطه آن گذشته بود. موافق اخبار ابن اسیر حاکمان عصر 12 ختلان خود را از کنده و اولاد بهرام گور می شمردند. منبع‌شناس تاجیک شریف زاده که گنجینه سکه های کلاب را تحقیق نموده است از جعفر ابن احمد یاد می کند که نامش در درهم‌های ختلان ذکر شده و به عقیده دانشمند روس یعنی جعفر ابن احمد از اولاد بهرام گور بود.
در پرتوی عقیده او شریفزاده به خلاصه می آید که نام این خاندان حاکمان ختلان در اول شکل تاجیکی بنی گوریان داشته، سپس تدریجاً به شکل عربی بنی جوریان تبدیل می یابد. به هر رنگی که باشد اعتبار سلاله با سبب جنگاوری و چستی و دلیری نزد خلافت خیلی بلند بود. چنان خلیفه عباسی معتصم سال 218 هجری قمری برابر به سال 833 میلادی هاشم ابن بنی جو را سرلشکر در فرونشاندن حرکت خرمی ها تعیین کرده بود. او در میان چندی از دیگر سرلشکران والا مقام که در بنیاد مجمع قصر سمارا شرکت ورزیدند یاد می شوند. برادرش داود ابن بنی جور سال 821 والی ایران جنوبی و بحرین تعیین می گردد. فرزندش العباس در تابعیت عبدالله ابن طاهر پایه‌گذار نخستین دولت ملی فعالیت می کرد که پس از مدت حاکم فستت برگزیده شد. برای خدمت‌های شایان به صفت مکافات ملک‌های وخش و خلاور و شمان را پذیرفت. بنابر نوشته بلازوری، هاشم مجوری با نسب الختلانی و حاکم تمام ختلان بود. می توان حد زد که آن آوان ختلان حدود پهناور را فرا می گرفته است که از بیان البلازوری برمی آید. او از اولاد بنی جوری ها بود و عنعنه پیشین را زنده گرداند و با لقب شیر ختلان اداره مملکت را برآورد. سخن اطراف هاشم بنی جوری می رود. مرد دانا و ورزیده سیاست بود که در دوران حکومتش و دیگر نسل بنی جوری ها ختلان مستقلیت سیاسی را نگاه می داشت. این پهلوی مسئله را تاریخ نگاران به محترم و آبرومند بودن سلاله در پیوندی می دانند. گمان می‌رود که بلخ را نیز به برادر هاشم داود ابن بنی جور بخشیده بودند که آنجا سالهای 847 873 داود ابن العباس حکومت میکرد. پس از فوت او تخت بلخ به اختیار ابو داود پسر احمد ابن بنی جور برادر هاشم گذشت. مطابق با نوشته مأخذها ابو داود مرزهایش را وسیع‌تر نمود. در سالهای 892 893 کشور او از خوتل تا جوزجان و ترمیز را در بر می گرفت. وارث ابو داود نماینده دیگری خانواده ابو جعفر احمد ابن محمد به شمار می رفت که در بلخ و اندراب زرابخانه داشت و سیکه ها حک می کرد. حکومت پسرش جعفر ابن ابو جعفر به زمان سامانیان راست می آید. بنا به تحقیق برتول و استناد به محمد جریر طبری شومان و آهاران به خوتل تعلق داشت. همزمان در حدود العالم آمده است که خوتلان ناحیه است اندر میان کوههای بزرگ و آبادان و بسیار کشت و نعمتهای فراخ و پادشاه وی از ملوک اطراف است. و در مورد شهرستانهای هلبوک، نجارا، رستابک، پارگر یا گبارغر، بارسارغ، مونک، نملیات معلومات حدود العالم ارزشمند است. اکثر آنها در وادی رودساران دامن گسترده باغات آبشار و زمین‌های سرحاصل داشتند. درگیری‌های سیاسی و جنگ و مقاومت حاکمان همسایه به تغییر مرز و اعضای کشورها سبب می‌گردید. سرحد ختلان از رود جیهون عبور می‌کرد و مرتبه ایشان تا حکومت بلخ نیز رسیده بود. شرقشناس ورزیده مینورس که در شرح اوضاع جغرافی و پادشاهی یون اصلا حکمران خوست تأکید می‌کند که پادشاه یون تیولدار امیر خوتل بوده است. طالقان شرقی‌تر شهر تخارستان است، زیرا واضحاً مواقع حوزه کوکچه از خوتل شمرده می شود و شاخه از خاندان خوتل در بلخ سلطنت می کردند. موافق متن‌های تا امروز رسیده، ختلان موقع خوب جغرافی داشت. آمد و رفت جهانگردان و بازرگانان به وسیله راه بزرگ ابریشم در بهتر ساختن اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اهمیت بغایت کلان کسب می کرد. دین می شود که شاهراه بزرگ ابریشم به وسیله شهرستان‌های کشور می گذشت. از اینجا اسبان ختلی، پخته، موینه، ابریشم، فلزات گران ارزش و دسترنج پیشاوران طلبگار زیاد داشتند. از معلومات حدود العالم و آثار خردادبه معلوم می شود که راه سودایی تا هندوستان مداومت داشته است. راه سودایی را از خوتل به کشمیر بار نخست یعقوبی در البلدان ذکر می کند.
дар ҳамин хусус ибни хурдодбеҳ дар масолик ва алмамолик низ маълумоти заруриро то ба имрӯз дастрас намудааст. мувофиқи ташриҳи ховаршинос Минорский, бино ба навиштаи хурдодбеҳ, савдогарон аз шаҳри Хутал як фарсах сафар мекунанд ва ба Фалон Работ мерасанд. аз он ҷо ба василаи мардумони бумӣ амволи эшон ба сари кӯҳи ҳамл мешавад ки он кӯҳ дар канори руди бузург соҳили шарқии руди Ому воқеъ аст. аз сари кӯҳ ҳамлкунандагон амволро ба мардуми Шигнон медиҳанд ва ин мардум бо оштурони худ барои гузаштан аз руд тарбият шудаанд ки ба сари кӯҳ мерасонанд. қарордоди байни шутурбон ва туҷҷор мунаққид мегардад ва эшон дубора аз руд убур мекунанд. ҳар тоҷир ба роҳи худ ба ҷониби Чин ва Мултон меравад. ибни хурдодбеҳ илова мекунад ки ин гузаргоҳ ба фосилаи 2 рӯз роҳ аз маҳалле ки руди Ому ба 2 ҳисса иншиоб меёбад қарор гирифтааст. як ҳиссаи он ба ҷониби Синд ҷараён дорад ва шӯъбаи дигари он равонаи Ҷайҳун мешавад. ба дастомадани маснуоти сафолӣ ва заринаю симина сикаҳои кишвардорони дуруназдик дар марзҳои кӯлоби имрӯза аз мавқеъ ва моҳияти ҷуғрофию савдои минтақа далели боэътимод буда, дар миён аз фаъолияти пуршӯри тоҷирони хатлонӣ гувоҳӣ медиҳад. бо парешонии давлати Сомониён ки пушту паноҳи минтақа ба шумор мерафт, хатлон зери суми аспони ақвоми туркнажод ба вайрона табдил ёфт. қарахониҳо бо сарварии буритегӣ маркази хатлон ҳулбугро солҳои 1039 ва 1040 ғорат карданд, аммо сокинони шаҳристон ва мардуми гирду атроф ба по хеста онро дубора обод намуданд. он овон ба ҳукуматдорони ғазна хироҷ мепардохтанд. нооромиҳои сиёсӣ дар вароруд имконият надод ки мардум осуда бимонанд. зарбаи ҳалокатбор ба шаҳру диёр солҳои 1063 ва 1064 миладӣ аз тарафи салҷуқиён зада шуд. муаррихи аслимиёна ибни Асир воқеаро ба тариқи зайл тасвир мекунад. пас аз марги Туғрулбек ба ҷои ӯ Алпарслон подшоҳ шуд. амири хатлон дар қалъаи худ осӣ гардида хироҷ напардохт. султон ба ҷанги ӯ шитофт. чун ба хатлон расид, дид ки қалъаи он бисёр мустаҳкаму баланд аст. ӯ чанде ба соҳиби қалъа ҷангид, вале ба чизе ноил нагардид. рӯзе Алпарслон ба аспи худ ба ҷанг пардохт ва аз асп пиёда шуда ба кӯҳ баромадан гирифт. аскарон аз ӯ пайравӣ карда ба мавқеи хуталён наздик шуданд ва ба ҳуҷумҳои пайдарпай пардохтанд. соҳиби қалъа амири хатлон он замон болои қалъа назди тиркаше истода буд. нохост тире ба вай расид ва ӯро бикушт. сипас Алпарслон қалъаро фатҳ кард ва хуталон ба ҳайати кишварҳои ӯ даромад. анҷоми гуфтори шашум. шумо хонишибадаиро таҳти унвони достони носкул дар пешниҳоди муаллиф ҷонибеки асрориён ва коргардон Зубайдулло ҷонмуҳаммадов шунидед.